لا اکراه، زور و جبر و اکراه نیست فی الدین، در دین. قد تبین، یقینا که معلوم شده است، بیان شده است، الرشد و هدایت ها، من الغی، از گمراهی ها. خب پس وقتی که رشد معلوم شد نسبت به گمراهی، پس وقتی که ما میخوایم که هدایت شویم، چه قسم هدایت میشیم؟ میگه اگر میخواین که هدایت شوین، اول کفر به طاغوت بورزین. کفر به چی؟ فمن، پس هر کسی که یک فر کافر شوه به طاغوت. آل طاغوت چی هست؟ این خوب دقیق بفهمین. طاغوت این بشناسین که باز به این کافر شوین. طاغوت سه قسم است. چند قسم است؟ سه قسم است طاغوت. یکی طاغوت فردی هست، طاغوت در لباس فرد میایه. گاهی هم طاغوت در لباس فکر میایه، فکر و اندیشه. و گاهی هم طاغوت در لباس حزب میایه. سه قسم طاغوت است: طاغوت فردی، طاغوت فکری و طاغوت حزبی. فرد طاغوت کدام یکی هست؟ طاغوت فردی که به شکل یک انسان میایه، یا یک جن میایه، یا یک شیطان میایه. این طاغوت 5 قسم است. طاغوت فردی 5 قسم است. اول خود طاغوت 5 قسم است. خود طاغوت 3 قسم است: فردی، فکری و حزبی. باز هر کدامش از خود تقسیم بندی داره. قسم اولش که طاغوت فردی هست، این 5 قسم است. اول، یک نفری که دیگران را به عبادت خود دعوت میکنه. دیگران میگه بین زیر پای من سجده کن، بیا بر من رکوع بکن، بیا بر من عبادت بکن، بنام من نظر بگی. اگر این نفر مردم به میگه دعوت کرد، این طاغوت گفته میشه. یک. دومش که مردم به عبادت خود دعوت نکرده، لکن دیگران در مقابلش عبادت میکنه و این راضی باشه. یک کسی میه زیر پای تو سجده میکنه، اگر راضی شدی در حالی که دعوت نکردی، این هم طاغوت گفته میشه. پس دو قسم طاغوت مربوط عبادت میشه: یا به زبان خود مردم به دعوت میکنه، و یا ای که دعوت نمیکنه بلکه رضایت داره از عبادت کردنش. فهمید؟ یعنی این دو تا طاغوت گفته میشه. قسم سوم مربوط به قانون میشه. هر کسی که قانون بسازه که ضد شریعت الله هست، ضد شریعت الله هست، این هم طاغوت گفته میشه. همین شخص، هر کسی قانون ساخت که او قانون از او با شریعت الله در تکر است، این طاغوت گفته میشه. 3 قسم. قسم چهارم طاغوت کسی است که یکی از صفات یا افعال الله را به خود نسبت میده. مثلا میگه پیش فالبین برین، میگه من برات میگم که یک هفته بعد سر تو چی میشه. اینی فالبین تعویضگر جادوگر، این طاغوت میشه وقتی که علم غیب الله را به خود چی کنه؟ ادعا بکنه. متوجه هستین؟ یا من میتونم تو را شفا بدم، یا من میتونم که تقدیر تو را تغییر بدم، من میتونم بچه نداری بر تو دختر بدم. اینه اگر یکی از صفات افعال الله را ادعا میکنه، این طاغوت گفته میشه. قسم پنجمش کیست؟ طاغوت خود ابلیس علیه اللعنه هست. ابلیس، شیطان الرجیم، این هم طاغوت است. این 5 قسم طواغیت است. فهمیدین اینا؟ یا طاغوتای فردی میگن. طاغوت حزبی چی را میگن؟ قسم دوم که طاغوت حزبی بود. طاغوت حزبی هر حزبی که در اساسنامه از او، هر حزب از خود یک اساسنامه داره، اگر در اساسنامه از او کدام بند از او مخالف با شریعت الله هست، یه حزب طاغوتی هست. مثلا حزبای کمونیستی که بود، در اساسنامهشان میگه که ما کمونیست قانون مارکس انگلس قبول دارم. قانون مارکس انگلس ضد شریعت الله است. احزاب سیکولری کسی ها چی میگن؟ ما دین از سیاست جدا فکر میکنیم. این حزب طاغوتی شد. احزاب قوم پرستی میگه قوم ما از دیگه قوم ها کده چی هست؟ برتر است. پس این احزاب کمونیستی و احزاب سیکولری و احزاب قوم پرستی، این احزاب چی هستن؟ طاغوتی هستند. چرا که در اساسنامه از اونا ضد شریعت الله هست. میگه ما مسلمان نیستیم، ما وطن پرست هستیم. الله گفته وطن کس پرستش نکنه، پرستش خود از الله میشه. پس وطن پرستا که در اساسنامهشان وطن پرستی است، اینا حزب طاغوتی گفته میشه. و قسم سومش اندیشه های طاغوتی هست. اندیشه های طاغوتی کدام یکیست؟ یعنی فلسفه ها و افکار الحادی که ضد شریعت الله هست. مثلا داروینیزم، این یک فلسفه طاغوتی است. چرا؟ الله میگه که اصل انسان خودش اصل است. داروین میگه که نه، این انسان اصل نیست، اصل شادی است.
پس این گپ با قرآن در تکر است. این اندیشه طاغوتی است. یا مثلا مارکس میگه که دین افیون ملت هاست، پس ضد دین است مارکسیسم. پس این یک اندیشه چی هست؟ اندیشه ضد الهی هست. مثلا سیکولرها اینا ضد دین هستند، پس اینا امی اندیشه های چی هست؟ طاغوتی هست. اندیشه های طاغوتی بعضش حزبگرا هستن، ماتریالیست هستن، ماده پرست هستن. اینا میگن که ما چیزی رو که بچه‌شم ببینیم قبول داریم، که بچه‌شم نبینیم قبول نداریم، در حالی که الله میگه الذین یؤمنون بالغیب، یا میگن ما تا بچه‌شم نبینیم قبول نداریم. پس این اندیشه طاغوتی است. قسم دیگه ایشان عقلگراها هستن. عقلگراها کسایی هستن که میگه معیار حق و باطل شناختن حق ما فقط عقل ما هست، فراتر از عقل نمیپذیریم. پس اینا هم اندیشه طاغوتی هست. عقلگراها، فلسفه عقلگرایی. دیگهش علمگراها هست، میگه تا وقتی که ما چیزی رو در میز لابراتوار نبیاریم ما او رو قبول نداریم. بعضی چیزای مادی در میز لابراتوار میایه اما امور غیبی در میز لابراتوار نمیایه. اینا وحی را قبول ندارن، تنها میگه ما علمگرا هستیم. پس اینا کافر هستن. حزبگراها، عقلگراها و علمگراها، اینی کسایی هستن که اینا غیب الله را قبول نمیکنن، اینا طواغیت هستن. پس سه قسم طاغوت شد: طاغوت فردی، طاغوت حزبی و طاغوت فکری و که مربوط به اندیشه و فکر میشه. طواغیت فردی 5 قسم بودن که اونا کلش انشالله شما فهمیدین. خب حال الله متعال چی میگن؟ میگه طاغوت که شناختین، عالمه خیلی مسلمان شوی. چه قسم مسلمان شده میتونی؟ فمن، پس هر کسی که یکفر کافر شد به طاغوت، هر کسی که کافر شد، انکار کرد، مخالفت کرد، نپذیرفت طاغوت فردی را و طاغوت حزبی را و طاغوت فکری را، او را رد کرد و یؤمن بالله، باز ایمان به الله آورد. متوجه هستی؟ اول باید به طاغوت ها چی شوی؟ کافر شوی، بعد از او ایمان به الله بیاری. اینجا باز چی میگه؟ فقد استمسک بالعروة الوثقی، باز اینی نفر است که تمسک ورزیده به چی؟ به عروه وثقی. عروه وثقی چی رو میگه؟ دستاویز قوی. دستاویز قوی یعنی چی؟ یعنی او دستاویزی که یک سرش به دست انسان است و سر دیگهش به دست الله متعال هست. همون دستی که کما یلیق بجلاله و عظمتی، امو دست الله که به عظمت و جلال شایسته است. لا نعرف کیفیته، ما کیفیتش نمیفهمیم، مربوط غیب الله هست. تعویلش هم نمیکنیم، تشبیه هم نمیکنیم میشه. پس الله متعال میگه که عروة الوثقی است، قرآن عظیم الشان هست. پس اگر کسی کافر به طاغوت ها شد و ایمان به الله آورد بعد از کفر به طاغوت، باز اینی میگه فقط استمسک بالعروة الوثقی. اینی انسان است که تمسک ورزیده، چنگ ورزیده حقیقتا به چی؟ بالعروة الوثقی، بر اسمان محکم الله که قرآن است. اینی مسلمان حقیقی مطابق قرآن و سنت است. لانفصام، قطع نمیشود، قطع نیست لها بر زمین رسمان. والله و الله متعال سمیع، بسیار شنوا هست، علیم، بسیار دانا هست. اینال اگر شما امی قسم عقیده داشته باشین، باز دوست شما الله هست. الله متعال کس ولی الذین آمنو، ولی دوست است. در قرآن وقتی که ولی استعمال میشه اینجا چی مرادش است؟ دوست است. میگه الله متعال کس ولی و دوست است. دوست کی است؟ دوست الذین آمنو، از کسانی که ایمان دارن. یخرجهم، اینا را بیرون میکنن، من الظلمات، از تاریکی های کفر، الی النور، به طرف روشنایی ایمان. والذین کفروا، اما کسانی که باز کافر شدن یا دوست دارن، میگه بله اینا هم اولیاء دارن. فهمیدی یعنی؟ اولیاء فرق میکنن، اولیاء رحمان، اولیاء شیطان. باز میگه والذین کفروا، باز کسی که کافر شده، اولیاءهم، اولیاء از اونا که میگه ما اولیاء را میشناسیم، باز میگه اولیاء از اونا کی هست؟ دوستانشون الطاغوت و کافرها هست. فهمیدی یعنی؟ پس یکی دوست الله هست، یکی دوست شیطان. یکی اولیاء الله هست، یکی اولیاء شیطان. باید فرق بکنیم بین اولیاء شیطان طواغیت است، اولیاء الرحمن بنده های مؤمن موحدش است. والذین کفروا، و کسانی که کافر شدن، اولیاءهم، دوستانشان، اولیاءشان کی است؟ الطاغوت، و طاغوت ها هست. اونم طاغوت هایی که ما شما اقسامش خواندیم. یخرجونهم، بازی طاغوت ها چی میکنن؟ میگه اینا را خارج میکنن من النور، از نور و روشنی ایمان، الی الظلمات، به تاریکی های کفر.
باز شما که همراه از اینا بشینین، بازی خلقی و پرچمی و سوسیالیست و کمونیست و دموکرات، بازی همیش ترا میخواد که از دین چی کنه؟ دور بکنه، روشنی ها را از پیشت میگیره. باز می قرآن چی میکنی، سنت چی میکنی، دین چی میکنی، ریشه چی میکنی، مزیت چی میکنی؟ بیا که من بعد کتابای دیگر را برات گفتم که ترا خوب آمد فکرت روشن بسازه، یعنی فکرت خوب تاریک بسازه، خوب کافر بسازه. روشن فکری از اونا تاریک فکر قرآن است. الله متعال میگه که این طاغوتا چی میکنن؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات، اینا را از روشن فکری میکشه به طرف ظلمات، تاریک فکری. یخرجونهم بیرون میکند امی اولیای طاغوتیشان، امی پیروای خود، من النور از روشن فکری، نور ایمان، الی الظلمات به تاریک فکری، یعنی کفر، تاریکی کفر. اولئک نتیجه از اینا چیست؟ اولئک همی گروه مردم اصحاب نار، اهل دوزخ هستند، هم فیها خالدون، اینا همیشه در این می باشه.